سربلند مومن‌آباد از نام فستیوال همه با ورزش که در هماهنگی و چهارچوبی یک ابتکارات نجیب تلویزیون فوتبال، تلویزیون ورزش، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شرکت کوکاکولا تأسیس یافته است و شما سلام گرم و جوشان خود را می‌رسانیم. خوش آمدید به این ورزشگاه و این ورزشگاه اصلا جایی هست که مردم سربلند مومن‌آباد به هم میآیند و بازی های دسته شاهین را تماشا میکنند و اطمینانم کامل است که این موسم البته دسته شاهین به لیگ عالی میبراید. بله دیدید از این قرصک‌ها معلوم است که دسته شاهین هم دسته پرقدرت است و سپاس و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مومن‌آباد برای دستگیری شاهین و البته برای دستگیری این فستیوال و رسانیدن این قدر کمک و مهیا کردن شرایط برای برگزاری فستیوال مذکور. دوستان عزیز، من سهراب شاه، این دخترک که خوب منیژه، ما امروز یک هیئت ایجادی مکمل آمده ایم که همین فستیوال رو برای شما برگزار کنیم. هدف برگزاری این فستیوال رو من مختصرا برای شما خواهم گفت. اونگاه میگذاریم به آزمون ها و به آن چیزی که در چهارچوب این فستیوال هست. دوستان عزیز، هدف برگزاری همین فستیوال البته انعکاسی تلویزیون ورزش، تلویزیون فوتبال است. در پیش چمپیونات جهان عاید به فوتبال 2018 در روسیه برگزار میگشته و هدف ما توسط تلویزیون ورزش و توسط تلویزیون فوتبال تماشا کردن این بازی ها هست. یعنی شما البته شرایط دارید، امکانیت دارید که توسط تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال همه بازی های چمپیونات جهان را مستقیما و در ثبت تماشا کنید. ما برای شما همه شرایط ها را مهیا ساخته ایم. فقط از شما تماشا، فقط با واسطه تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال. برای تلویزیون ورزش، برای تلویزیون فوتبال، برای فدراسیون فوتبال تاجیکستان و برای شرکت کوکاکولا یک افکوبی میکنیم. سلامت باشین. و دوستان عزیز، یک نکته دیگر را باید در اینجا ذکر کنیم که یکی از هدفهای اصلی و اصولی دیگری این فستیوال کمک رسانیدن به مکتب‌های ورزشی است و امروز ما تصمیم گرفتیم که در آغاز فستیوال رسما به مکتب ورزشی ناحیه مومن‌آباد، مکتب ورزشی ناحیه واسع و مکتب ورزشی ناحیه شمس‌الدین شاهین تحفه های تقدیم کرده فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال را برسانیم. در چهارچوب رسمیت من از سرمربیان از ناحیه مومن‌آباد، شمس‌الدین شاهین و ناحیه واسع دعوت میکردم که بیاین تحفه های خود نخست بگیرند. این توپ ها به خاطر رشد فوتبال در ناحیه مومن‌آباد، در ناحیه شمس‌الدین شاهین، در ناحیه واسع از نام فدراسیون فوتبال تاجیکستان. بیاین مرحبا، یک کفکوبی میکنیم. مرحبا، مبارک باشد. نماینده ناحیه مومن‌آباد، ناحیه شمس‌الدین شاهین، ناحیه واسع برای مکتب‌های ورزشی سه ناحیه اقدام از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال. من به خاطر رشد فوتبال. دوستان عزیز، قسمت رسمی فستیوال ما انجام شد. اکنون میگذاریم به آزمون ها. ما یک آزمون داریم، جام نامجویان. حال حاضر من از دسته شمس‌الدین شاهین، بچه های دسته شمس‌الدین شاهین کجا هستند؟ بچه های شمس‌الدین شاهین 6 نفر پیش من بیاین. از همین مکتب ها 6 نفر دیگر. بچه ها ما یک آزمون داریم. آزمون ما نام دارد جام نامجویان. شما فکر میکنم همین مردم یک بازی مردمی هست که نامیابه کس میدونی، نه؟ مثلا من میگم که تو چی نام داری؟ ابراهیم. مثلا این ابراهیم نام دارد، با حرف ام که تمام میشود من باید یک نام به حرف ام بگم، درست؟ مثلا من میگم محمد الله.
بعد یک کسی دیگه میگه عادل، یک کسی دیگه میگه مثلا لایق. همین تا میرود. فهمیدین؟ انا اکنون ما همین کارا در بین دسته های دنیایی میکنیم، دسته های فوتبالی. شما ما رو فهمیدین؟ همین مهلت نیافتن 5 ثانیه است همگی. حساب میکنیم 1 2 3 4 5 شد تمام. نوبت به این طرف میگذارد یا که باخت میشود. قبول؟ شاهین ناپولی رفتیم. اینتر رفتیم. ریال تیم و والنسیا والنسیا ژاپنیا دولت است. یک دو نه شما نمیشود. 1 2 3 یانگ بویز مانچستر رفتیم. روما آرسنال پول لستر ریال سوسیداد به هر صورت ریال بود. یک بار ریال بود. دیگه ریال سوسیداد هموشه ریال بود. یک روشن زیق نشوین. شما حاجی جای خودتون میگیرین. این بچه ها اون طرفتر میستن. ما بچه های دسته واسه را دعوت میکنیم به اینجا بیان. از واسه بیاین 6 نفر فقط بچه ها. انا اکنون حاجی ما حیله میکنیم. این بچه های بلغالیب اومدن. اونا بچه های شما کلانترند، شما مایده ترین. ما حاضر یه حیله میکنیم. اونا نشنونده یه حیله میکنیم. حاضر ما نامی دسته ها را نمیگیریم، نامی بازیگرا را میگیریم. شما بازیگرا را میدونین؟ اینا مهمان ها اینا سر کنن. رفتیم. من سر میکنم، شما بچه ها دوام میتین. شما درک دارین که تو 5 ثانیه 1 2 3 4 5 میگم، بعد کسی مغلوب میشود. 1 2 3 ادریانو اوزیل لواندوفسکی ای بچکو ایسکو اتامندی ابراهیموویچ چمبرلین ان کی میدونه ان با ان نامی فوتبال نیمار فراموش کردن. نیمار راموس میگه قبول میکنه. رونالدو زیلا گفتیم. اسکار یک تا بگو نام شو بگو یا که فامیلش. راموس که قریب دستی صلاح بشکنه. صلاح که از دستی راموس ضرر دید. صلاح با انگلیسی است. قطعی کی میدوند؟ یک ایگواین ای قطعی است. من میدونم که انگلیسی قطعی است و ای قطعی میسونه که یک دو حسین بول باید دوند است. سه چار یک تا دیگر پنج نشد. ما شما رو هم به نصیب نمیمونیم، اما نوانجام خواهش میکنیم بچه های غالیبه با توپ سرفراز کنیم. مبارک باشن. مردان اوار کفکو بکنیم بچه کارا. چی نام داری؟ مهراب جان چند سال است که فوتبال بازی میکنی؟ 1 سال شد. در کدام دسته بازی میکنی؟ هولبورگ. تو از همین فوتبال بازی های تاجیکستان هم کسی میشناسی؟ بله. کی را میشناسی؟ منکر جلیل، فتوله، احسانی پنجشنبه. من در کجا بازی میکنم؟
در تلویزیونی وای گفت که ما در کجا بازی میکنم. برای شما مبارک باشد. برای بچه‌هایی که جای دوم گرفتن از شرکت کوکاکولا یک توفه مبارک باشد. سلامت باشین. تشکر. خوش آمدید. نوبت با منیجر بانو میدیم. منیجر بانو برای شما یک آزمون در اینجا دایر میکنه. من با شما منیجر کمک میکنم. بیا منیجر. باری دیگر با کلی شما سلامی خود رو عرض میکنیم و همه شما رو به فستیوالی همه با ورزش که از جانبی مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش و تلویزیونی فوتبال و همچنین از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است خوش آمدید میگوییم و امیدواریم که فستیوال مذکور برای رشد و نموی مکتب‌های ورزشی ناحیه مومین‌آباد و دسترسی شما به شبکه‌های ورزش و فوتبال مساعدت خواهد کرد و اینجا ما میخوایم یک آزمون گذارونیم بین دختران. خواهش میکنم 6 نفر دختران نزد من حاضر شوید. شرط نوبتی فستیوال چنین است که انامین حلقه را شما باید به انامین پایه پرتافته به هدف خویش رسید. ما اینجا همگی 4 متر فکر میکنم 4 متر کفایه است. مرحمت شروع میکنیم. متاسفانه میتوانید که به جای خود گذارید. کسی موفق شد به این طرف و کسی که مغلوب شد میتوانید به جای خود گذارید. متاسفانه اینجا متاسفانه و مرحمت شما بیا دستگیری میکنیم زیر کفگوبی های شما. احسن به شما میگویم این طرف گذارید. مرحمت. مسافه بار دیگر میگویم 4 متر همگی 4 متر معین شده است و باید در همین 4 متر. متاسفانه. مرحمت. سلامت باشید. نام شما؟ شایره. شبکه ورزش رو تماشا میکنید شایره؟ بعضی وقت تماشا میکنم. بیشتر به کدام برنامه های شما رو جلب میکنم؟ بیشتر به کدام برنامه های شبکه ورزش شما توجه دارید؟ فوتبال. دوستداری فوتبال است؟ کدام دسته رو شما بیشتر دستگیر؟ رونالدو. دسته ریال مادرید رو مخلصی میکنم و خواهش میکنیم توفه از جانب شرکت کوکاکولا و شایره بانو تقدیم میگردد. مبارک باشد. بار دیگر احسن به شما. مرحمت. باز 6 نفر دختران حاضر شوند و بار دیگر مهارت خود را در این شرط برنامه بسنجند. متاسفانه به جای خود گذارید. مرحمت. حلقه ها رو گرفتن گیرید. به جای خود گذارید. علیجا. مرحمت. به دوستان گرامی کف میکوبیم زیرا هنگامی که در شایره بانو با کف کوبیدیم شایره بانو توانست که موفق گردد. مرحمت. زیر خرسک های شما به جای خود گذاشتن گیرید. کسی نتوانست به جای خود گذارد. بیاید یک خرسکی بلند میزنیم زیرا آخران اشتراکچی است. مرحمت. متاسفانه نتوانستن که این گروه حداقل یک نفر غالب برد و خواهش میکنیم که شرطی با قدر مشکل نیست. تنها شما رو میباید همین حلقه رو به پایه پرتافته به هدف خویش رسید و موفق گردید. خوب خواهش میکنم این دفعه بیایید با دختران مسافه از یک دقیقه حلقه رو گرفتن گیرید از پای هم دیگر ایستید و بیایید ما قرص کوبی رو دوام میدیم. مرحمت. متاسفانه حلقه در این طرف است. خواهش میکنم با جایهای خود گذاشتن گیرید. کسی به هدف نرسید به جایهای خود گذارد. متاسفانه. مرحمت. کسی حلقه ندارد؟ مرحمت گیرید. یک کف قرصی بلند میزنیم به خاطر معلمه عزیز بحری و آموزگارانی خشم. احسن به شما. در حقیقت قائل کردن که آموزگار هستن. مرحمت. 4 متر از اینجا. متاسفانه. مرحمت. متاسفانه نتوانستید. دستگیری رو ما دوام دادن میگیریم. احسن.
بیاد آخران اشتراک چی است؟ قرض میکوبیم. متاسفانه نتوانستید. شما آموزگاری کدام متاسفانه ما اشتباه کردیم. همشیره طبی بودن. شبکه ورزش را تماشا میکنید؟ بله گو کدام برنامه‌هایش بیشتر به شما پسند است و چی پیشنهاد دارید؟ بیشتر به من فوتبال همه دستگیری فوتبال است. شما چی نام؟ مهرانه در صنف چندم میخونید؟ 11 ورزش را دوست می‌دارید؟ کم سلامت باشه. خوب خواهش میکنم از جانب شرکتی کوکاکولا مرمت خرج میزنیم. دوستان عزیز سلامت باشید. سلامت باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، من حال حاضر از بچه ها که با توپ بازی کرده میتونم به اصطلاح ژانگلی رو کرده میتونن خواهش میکنم سراسی من نشمید. من توپ بچه ها، من همین توپ در فوتبال بسیار معمول است همین به اصطلاح ژانگلی رو کردن. حال حاضر ما هنر بچه ها رو میسنجیم. هر کسی که از همه زیاد ژانگلی رو میکند و شما کفکوبی میکنید ما حساب میکنیم همون را صاحبی توپا میکنیم. قبول کردیم؟ من یک بار خودم کوشش میکنم که میتونم شما بعد نخندیم بچه ها. خب من سر میکنم بعد میگم من 1 2 3 4 5 6 بس 6 تا برای شما بس. خوب چی نام داری؟ عثمان جان. تو فوتبال را دوست میداری؟ فوتبال کجا را دوست میداری؟ فوتبال تاجیکی یا که اروپایی را؟ اروپا کی را دوست میداری؟ دسته ریال مادرید. مخلصای ریال مادرید که کفکو میکنه؟ کی مخلصی بارسلونا؟ دسته بارسلونا که کفکو میکنه؟ واه نیمی مومین آبود با ریال و بارسلونا تقسیم کردیم ها؟ باشد این دنیا با نیمی دنیا تقسیم شده است. عثمان جان نوبتی تو رفتیم کفکو میکنیم. عثمان را میبینیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عثمان جان از این طرف بیا. ولی تو مغلوب نشی. تو چی نام داری؟ سعدی جان نوبتی تو رفتیم. 1 تا از این طرف 1 تا از این طرف. عثمان 11 تا. سعدی رفتیم 1 2 3 3. عثمان بیا از این طرف. شد. تو چی نام داری؟ جلال الدین. رفتیم جلال الدین 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 تا 17. این طرف بست خودت خطی عثمان جان شما جاتونا بشینیم. چی نام داری؟ اقبال شو. نوبت اقبال شو. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بیا اقبال شو برا. انا اکنون سراسی من نشاییم. حاضر بچه این توپ هم تو توفا نمیشه و این توپ چیزی نیست که برای شو بکنم. چی نام داری؟ جمشید. نوبت تو جمشید جان. رفتیم جمشید دستگیری میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ای مردم ما اولین بار میبینیم که با کلوش اینقدر ژانگلی رو باید کنیم. باور کنید. شاروخ نوبت رفتیم برای 27 نفر یک کفکوبی. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شد. 10. شاروخ جا تا بگی تو پریار چی نام داری؟ شوالی. تو یگان جدا کار میکنی یا کی؟ برای شوالی رفتیم 1 2 3 4 5 6 بس شوالی جا تا بگی. انا اکنون 3 نفر دیگه از این طرف 3 نفر دیگه از این طرف انجام میکنیم. خواهش میکنیم همگی 3 نفر شما یک جو میشه. مومین آباد. اینجا 2 نفر مومین آباد 2 نفر واسه. چی نام داری؟ اسماعیل. نوبت تو رفتیم اسماعیل دستگیری میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 اسماعیل بودم. تو چی نام داری؟
خیردین خیردین گوش نگاه میکنیم تماشا میکنیم رفتیم خیردین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تو چی نام داری؟ سوربون تو طلبه مکتبی؟ درست شم گفت امی معلم نیست؟ خواهی من کلونی و؟ مالی رفتیم کفکوبه 1 2 3 4 5 هی تو چی نام داری؟ فیروز هم ببینیم رفتیم 1 2 3 4 5 بس قبول 5 نوبتی تو چی نام داری؟ نسیم جان؟ نسیم چند رو میخون نسیم؟ در کدام مکتب میخونی؟ در گیمنازیا رفتیم نوبتی تو 1 2 3 4 4 تا قبول چی نام داشتی؟ جمشید مردم به خاطر همین جمشید یک کفکو بکنیم یک کفکوبی به خاطر جمشید جان نسیم چند رو میخونی؟ نسیم چند؟ در کدام مکتب میخونی؟ مکتبی دو به خاطر مکتبی دو در صیف 8 چند میخونی؟ 8 ابی به خاطر 8 ب یک کفکوبی منم در 8 ب میخوندم منم جمشید جان مبارک باشد از نام تلویزیون ورزش تلویزیون فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای تو من همین توفه یک کفکوبی میکنیم خوب آماده باشید که دخترکا یک بار دیگه برای دخترکا یک آزمون من اینجا دعوت میکنیم دوستان گرامی بیاید یک جای هم میشماریم تا اینکه کدام از این اشتراکچیان همین حلقه یا اینکه به اصطلاح آبروچی رو بسیارتر در بیان خود تا میدهد مرحمت نه میان تنها میان مرحمت شروع میکنیم رفته دوستان گرامی یک جمع میشماره 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 96 97 98 99 100 کفایه است احسن و شما میگیم مرحمت اشتراکچی دیگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کفایه است دوستان گرامی یک خرسی بلند مرحمت شما به این طرف گذارید شما میتونید به جای خود گذارید مرحمت اشتراکچی دیگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 79 80 81 یک کف میکوبیم به خاطر بانوان ناحیه مومین آباد زیرا دختران از اینش دیده اینش مهارت زیاد دارن اینش دیده اینش مرحمت شروع میکنه بیاید یک جای میشکنیم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 متاسفانه مرحمت به جای خود گذارید مرحمت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 احسن باش مرحمت به این طرف گذارید به این طرف گذارید نام شما؟ تمام شریفه ما در صف چند دو میخونید؟ نام شما چی؟ صدردین و دیما در صف چند تحصیل میکنید؟ 4 با کدام نوعی ورزش توجه دارید بیشتر؟ ورزش رو دوست می‌دارید؟ فوتبال سلامت باشید به خاطر دیما و شریفه مایه قرصی بلند دوستانی عزیز به خاطر غالیبانی شرط نوبتی فستیوال مرحمت خوب من همی بند دیده حال حاضر از این سکتر 5 نفر بیاد از این سکتر 5 نفر
من همین راستی من کسی که گذشت بعد همون میشنوه غالب 1 2 3 دستگیری کنه نه دستگیری من هم ایستادم شما از همین طرف بستین بچه 6 نفر دیگه بیا 1 2 3 دستگیری کنه نه دستگیری خریب شده یک بار دیگه یک زور دیگه بزنید آخران آدم مونده یا همه کم تلک دیگه شد با غالب آمدن آفرین با 5 نفر دیگه آخران مراتب 5 نفر 1 2 3 شاهین نفهمیدم شاهین دستگیری کنه مردم چه دستگیری کنه قریب شده شرکتی کوکاکولا را خدمت میکنه آفرین دسته شاهین هم مغلوب کرده بیاین پیش من شما چلی کرده که 3 دسته را غالب اومده تقدیر نصیب بخت مبارک باشه یک کفکوبی میکنیم آفرین مبارک باشه سلامت باشین انا اکنون بچه ها یک آزمون دیگر داریم آزمون سوال و جواب است آزمونی ما که فکر میکنیم که برای شما خیلی آزمونی ضروری است و من از همه شما خواهش میکنم که احترامانه خواهش میکنم که خیلی فعال باشین بچه ها سوالم خیلی است از همه مربی سرعنوانترین جمهوری تاجیکستان کی است؟ کو یک کفکوبی کنیم به خاطر این کس آفرین چی نام داری؟ بهادر سیف چند میخونی؟ سیف 6 تو میدونی که از همه سرجایزه ترین مربی کی است؟ نظروف کی؟ شریف نظروف ایگه پتر کی گفت؟ هیچ کس؟ خودت گفتی؟ شریف نظروف نیست رفتی با کی میگم؟ تو چی نام داشتی؟ نعمتالله میدونی تو کی است؟ مومین ارگچف نشد مبین ارگشف رفتیم یک نفر دیگر رو میپرسیم ندانستین توفه رو من خودم میگیرم بیا انا می بچه با فکرم که میدانه شازه چی نام داری؟ رمزیار شونی مردم بگرد کی هست نام آدم؟ فتوله منی؟ فتلویف نیست خوب سوال دیگه میکنیم چون که شما سوال ندانستین در میان فوتبال بازان تاجیک از همه زیاد کی چمپیون تاجیکستان شده است در میان فوتبال بازان تاجیک از همه زیاد کی چمپیون تاجیکستان شده است چی نام داری؟ تو چی نام داری؟ میگم استقلال فرامد من گفتم که از همه زیاد در میان فوتبال بازان تاجیکستان کی پیشترتر چمپیون تاجیکستان در میان فوتبال بازان تاجیکستان بدا بیا کی بدونه بیا انا همین بچه ها که بیا اینجا نیکی آمد باور که اینجا بیا السلام علیکم چی نام داری؟ اردی تو چند ساله ای؟ 5 ساله ای؟ پگه مکتب میروی که روز دیگه کی مکتب میروی؟ مکتب میروی؟ فوتبال دوست میداری؟ تو توپا دوست میداری یا که نو براتره؟ تو را میفره که ما توپ بودیم انا برای تو را که ما باید توپ بودیم تو باید سوالی ما را جواب دی تو میدونی سوالا کیه؟ دلشاد نظروف برای آتا تا بگو که دلشاد نظروف چمپیون المپیا بدم چی نام داشتی؟ امین جان تو میدونی کی است؟ دلشاد واسیف نشد خب مردم معلوم است که شما نمیدونید اکنون من خودم جوابشون میگم بعد سوال دیگر نمیگذاریم در میان فوتبال بازان تاجیکستان از همه زیاد سابق بازیگر دسته استقلال دسته روشن کولاب عادل ارگشف چمپیون تاجیکستان شده است در میان مربیان از همه مربی سرجایزه ترین تاجیکستان محمد جان حبیبالایف است حال حاضر سرمربی دسته ریگر دو سوال دیگر داریم از فوتبال بین المللی کی میگه که اولین مراتب در کدام سال
унвони чемпиони ҷаҳонро кадом давлат ба даст овардааст? чӣ ном дошти? Фарҳод. фарҳод ки аст? Уругвай. кадом сол? 1930. мушкил надорад. муборак бошад барои фарҳод, барои ҷавоби саҳеҳ ва дақиқ. дар ҳақиқат соли 1930 барои аввалин маротиб мунтахаби уругвай унвони чемпиони ҷаҳонро ба даст овард. акнун дӯстони азиз, шумо хуб медонед ки ҳамаи ҳамин футболбозон як тахаллусӣ доранд. кӣ мегӯяд ки тахаллуси Хавиер Эрнандес чӣ аст? ки аст? Чичарито. хуб қабул кардем. чичарито чичарито чӣ мешавад ба тоҷикӣ? ана ҳамеша нави чичариторо ҳама медонад, чунки уна чичарито мегӯянд. чӣ мешавад? вай чичариторо ҳамаи олам медонад ки чиста нашуд. тахаллуси Хавиер Эрнандес ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Меруҷдин Нахтак. офарин. бия туфара биё ба Меруҷдин чичарито находак мешавад. бале, ки мегӯяд ки тахаллуси Уэйн Руни чӣ аст? Уэйн Руни футболбози дастаи Эвертон. ва як духтарак ба фикрам омад, ҷуръат карда аз миёни ҳамин қадар бачаҳои футболдӯсту футболдон як духтарак пайдо шуд. як кафтуби кинем ба хотири ҳам духтарак. офарин. чӣ ном дорӣ? шаҳноза. медонӣ чӣ ном дорад? Шрек. Шрек! Браво! Шрек! Шаҳноз, ки гуфт ки Уэйн Руни Шрек ном дорад? рост шав? аниқ медонисти? футбола дӯст медорӣ? не, футбола дӯст намедорӣ, Шрека медонад. ба хотири Шаҳноза як кафтуби мекунем. муборак бошад. ба ҳар сурат донист. ва дӯстони азиз, ман дар ин ҷо намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ нишастанд. ман аз муаллимаи азиз сипос мекунам ба хотири ташкил кардан, ба хотири расонидани кӯмак дар анҷоми ин фестивал. ба ҳамаи мардуми сарбаланди ноҳияи Муъминобод барои баргузории ин гуна як фестивал мусоидат. ва дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо даъват мекунем бори дигар тавассути телевизиони варзиш ва телевизиони футбол ҳамаи мусобиқоти дунявиро ба виҷа чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2018 Русияро тамошо кунед ва ҳаловат баред.